سیوم دیگر سوالی که آمده است، در وقت سجده پایها با هم چسبیده باشند یا نه؟ ضرورت ندارد که شما وقتی به سجده میرین در حالت سجده باید پاهای شما چسبیده باشند. یعنی شما وقتی که رفتین شما میدانید که در حالت در قیام ایستادنمان، راستا ایستادنمان، پایهای ما و شما موافق مذهبمان باید 4 انگشت باشد. اگر در 4 انگشت یگان حرج پیدا شد بگذار 1 وجب باشد، مثل قول حضرت امام شافعی 1 وجب باشد. در 1 وجب یعنی آدم برادر عزیز یعنی هیچ وقت حرج نیست، نه از جهتی مثال بگیم مسافه نزدیک بودنش، نه از جهتی مثال کشادیش. و این حضرت امام ابو حنیفه همین 4 انگشت از زمره عبادت شمارید است که یعنی در او خشوع، انامون خشوع، انامون شکستگی، انامون تضرع را میگه، انامون حالتی که قدم ها بینش 4 انگشت زیاد نباشد. آیا شما در پیش یک آدم وقتی فیرادت میکند، راستت میکند، سیاستت میکند، بعضی ها پاهاتون مقصد قریب یگان 70-80 سانتی متر کشاد میمونی، در پیش همه آدم همین خیرمانده میتونی. برای همین مذهب خودمان برادران عزیز و گرامی که همین را معین کرده است، شما همون خیل گذارید و وقتی که در مقصد سجده هم که رفتین باید همون بگین سرهای انگشتای پاتون در زمین چسبیدگی باشد. یعنی باید دیگر نه چسبان. بعضی آدم ها می چسبانند، بعضی آدم ها از زمین می بردارنش. از زمین برداشتن در کار نیست. همون موافق مسافه‌ای که گفتم 4 انگشت، همون مقدار در زمین می کپین با نوک انگشتاتون مثال سجده تون میکنین. طریق درستش یک روز با